در دنیا رکورددار پرواز هستن، همش تو هوا بود. حتی زمانی که جنگ بود و وضعیت قرمز بود، عید بود و تگرگ و برف و باران بود، عباس سیافر تو هوا. بسم الله الرحمن الرحیم. من عباس سیافر ترتیب خلبان در سال 1/6/1325 در شهرستان اصفهان به دنیا آمدم. اعلام میکنم اولین نفری هستم تو دنیا که ساعت پرواز منو هیچ کس به اندازه من انجام نداده. 69,000 ساعت پرواز جنگی و مسافرتی و تعلیماتی انجام دادم. در آمریکا به پیشنهاد شد که همینجا بمونم و اینجا پرواز کنم به دلیل اینکه شاگرد اول دوره خودم شده بود. ولی قبول نکردم و به ایران آمدم.